امروز میخوایم در مورد پرخاشگری کودکان با شما صحبت کنیم. پرخاشگری کودکان شامل زدن، پرت کردن، گاز گرفتن، چنگ زدن، پف کردن و هل دادن خطرناک. اینها پرخاشگری محسوب میشه و باید بدون اغماض تمدید بشه. اما اگر جواب شما رو خوب نمیدن، با شما بد صحبت میکنن و هوار میزنن، اینها پرخاشگری نیست. مدل حرف زدنشون اینطوریه. در واقع مدل حرف زدن نسل جدید اینجوریه. شما دوست دارید وقتی یه چیزی رو به شما میخواد بگه چطوری بگه؟ مثلا بگه مامان میشه از اینجا بلند شی تا من بشینم؟ یا بگه مامان میشه لطفاً برام یه لیوان بیاری؟ برای اینکه این گونه رفتارها در بچه‌ها تثبیت بشه باید از تشویق استفاده کنید. پس اگر شما یه لیوانی رو از بچه‌تون میخواین و اون در جواب میگه به من چه؟ تو چقدر قول میزنی؟ من وقت ندارم. تو چقدر نق میزنی؟ اینها پرخاشگری نیست و نرمال سنشونه. با ما همراه باشید تا در مورد اختلالات رفتاری شایع در بین کودکان و نوجوانان بیشتر با هم دیگه صحبت کنیم.